هلو گایز بچه چطورین؟ امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید دیگه. امروز اومدیم که پارت 3 اگر اشتباه نکنم از همون فرار از زندان 15 مرحله ایمون رو انجامش بدیم. پس اگر از این چیزا خوشتون میاد و اینا، لایک و کامنت صاحبیتون نره و اگر درخواستی دارین داخل کامنت ها برام بنویسید و امیدوارم که از ویدیوهای جدیدی که قراره که بذارم و ویدیوهای جدیدی که گذاشتم براتون خوشتون اومده باشه. عشق منی، لایک کامنت صاحبیتون نره. برو بریم سراغ بازیمون. لیتس گو. Есть проблема? Никак нет. خب زمانی که اومدیم دیگه بذار اینم بگیریم یه وقت باگ نخوره. مثلا الان فکر کنم مثلا گرفتیم. آره خب گرفتیم، باگ بود. خب بعد فکر کنم یه سوراخی رو پیدا بکنیم میتونیم هم بشکنیم، اما من نمیشونم چیزی رو. فکر کنم باید یه جایی پیدا بکنیم، سوراخی جایی که بتونیم از توی اون فرار بکنیم، یا اینکه باید بپریم. این مشکوکه. بکنیم با دست خالی. ترپتور. او این چیه؟ خیلی مشکوکه. ببخشید اهمیت ندیم به اینا. اینجا چی؟ دکمه بابا برات بپرم. فکر کنم یه در باز بشه برام. همین ناموسن بابا. بی خیال بابا. بچه من تا حالا اینو به قرآن مجید حالا کیه نمیدونم. به قرآن بچه من تا حالا اینو نیومده بودم گوشنم. حالا به قرآن من تا حالا اینو نیومده بودم بخوام تقلب بکنم. What the fuck؟ همین؟ بابا خیلی ایزی بود که بابا من این مرحله 4 اگر آسون بود میخوام انجامش بدم. بابا خیلی ایزی بود اون. اصلا ایزی تر از این نداشتیم. خب این ترپتور. ببخشید. خب بچه گذاشته بودنش. الان یه دونه در باید باز بشه. درسته؟ ببخشید بابا نه بعد اینا رو بزنم. فکر کنم باید بپرم داخل اینجاها اگر اشتباه نکنم. بپر. خب الان اینو زدیم چه اتفاقی افتاد؟ سلام پشت ایناست. بعیده که پشت اینا باشه. الان چه اتفاقی افتاد؟ اون دکمه رو که ما زدیم بذار یه دقیقه دوباره نکنه روی میزه. وای خیلی چیزه رو مخیه بابا. کجاست؟ خب هویج دارم. ای والله هویج که نمیتونیم بپزیم، ولی خب نمیتونیم هم بخوریم فعلا. خیلی هم این لیول 4 رو من میگیرم. و این برای چی بود ناموسن؟ بذار من یکم صدا رو ببخشید بچه، من یکم صدا رو زیاد کنم. نمیتونم چیزی هم بشنوم، ولی خب بابا چقدر ایزیه اینا. بی خیال دیگه. تایم و روز که خیلی بابا اینا ایزیه. پشمام ریخته. ایزی تر از این مپ نداریم بابا. اگه من میدونستم اینجوریه انقدر مغزم خوب کار میکنه که من الان 100 بار اینو انجام داده بودم، تمامش کرده بودم این 15 مرحله رو. اینم انجامش بشه نه دیگه، زیاده رویه انجامش نمیدم. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. میدونم خیلی زمانش کم بود، ولی خب من چیکار کنم، مغزم خیلی خوب کار کرده. یا
اینکه یارو خیلی نوب بوده و اینا رو درست کرده. فکر کرده مثلا ما نوبیم و بلد نیستیم اینا رو تموم بکنیم و این چیزا. این 100% از رو درخت ها باید بری روی یه جایی بپری، یه دونه کلیکا بزنی بینگ بپری اون. از اینکه این همه دکمه مکمه‌ای بودن، این 100% دکمه‌ایه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر درخواست دارین داخل کامنت ها بنویسید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوباره گفتم آره مهم نیست، اهمیت نمیدم، چون که بعد تند حرف بزنم نمیخوام زمان ویدیو زیاد بشه، برای همین اینجوری شد. عشق من، لایک کامنت سابیتون نره. اگر درخواست داری بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بای بای.